تایپوگرافی هنر و تکنیک چیدمان حروف برای ایجاد زبان بصری است. این هنر نقشی حیاتی در انتقال پیام، ایجاد جذابیت بصری و شکل دهی به هویت برند ایفا می‌کند. انتخاب فونت مناسب اولین و مهمترین گام در تایپوگرافی است. فونت‌ها زبان بصری متن را تعیین می‌کنند و می‌توانند احساسات و مفاهیم مختلفی را منتقل کنند. فونت باید با هدف پروژه و مخاطبان آن همخوانی داشته باشد. برای مثال، فونت‌های رسمی برای متون اداری و فونت‌های خلاقانه برای طراحی‌های هنری مناسب هستند. فونت باید خوانا و قابل فهم باشد، به خصوص در متون طولانی. فونت باید با شخصیت و هویت برند همخوانی داشته باشد. استفاده از تعداد زیاد فونت باعث ایجاد آشفتگی بصری می شود. بهتر است از 2 یا 3 فونت در یک پروژه استفاده شود. طراحی حروف شامل ایجاد و ویرایش حروف برای بهبود خوانایی و جذابیت بصری است. فاصله بین حروف باید به گونه‌ای تنظیم شود که متن خوانا و یک دست به نظر برسد. فاصله بین خطوط باید به گونه‌ای تنظیم شود که متن خوانا و قابل فهم باشد. اندازه حروف باید با توجه به هدف پروژه و مخاطبان آن تعیین شود. سبک حروف باید با شخصیت و هویت برند همخوانی داشته باشد. چینش متن شامل چیدمان حروف و کلمات در صفحه است. تراز متن می تواند به صورت چپچین، راستچین، وسطچین یا بلوک باشد. تراز مناسب به خوانایی و جذابیت بصری متن کمک می کند. سلسله مراتب بصری به مخاطب کمک می کند تا اطلاعات مهم را به سرعت و به راحتی پیدا کند. برای ایجاد سلسله مراتب بصری می توان از اندازه، وزن و رنگ‌های مختلف فونت استفاده کرد. فضای خالی به خواندن راحت‌تر متن کمک می کند و باعث فهمیده شدن متن می شود. کنتراست بین متن و پس‌زمینه به خوانایی متن کمک می کند. تایپوگرافی هنری پیچیده و ظریف است که نیازمند توجه به جزئیات است. با رعایت اصول تایپوگرافی می توان متونی زیبا، خوانا و جذاب ایجاد کرد که پیام مورد نظر را به بهترین شکل به مخاطب منتقل می کند.